برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی 15 شبانه روز محبس میشوی. انا بعد میفهمی بعد چی. فهمو؟ این پوچه از سلسله فیلمی نوی مؤسسه دولتی خطلون سینما بود که شما دیدید. سلسله فیلمی مذکور پیگیر نام داشته از 10 قسم عبارت است. 2 قسم فیلم علاقه آماده بوده، ثبت و تنظیم قسم‌های دیگر ادامه دارد. سلسله فیلم هنری پیگیر در فرمت 6K نواربرداری شده است. این اولین بار است که در مؤسسه دولتی خطلون سینما در فرمت 6K یعنی که فیلم نواربرداری می شود. البته فیلم در مرکز ولایت خطلون شهر بختر و شهر لیوکند تهیه شده است. هنرمندان فیلم هنرمندان یعنی که سرشناس سینمای تاجیک هستند. سلسله فیلمی پیگیر در ژانر دتکتیوی و ملودراما تهیه گشته از موفقیت و دستاوردهای زمانی صاحب استقلالی میلیسیای تاجیک نقل میکند. همسری من است، بدونید کی کرد این کار را؟ یکون کس بیاد به من کی این کار را کرده است. برای ثبت و تهیه با صفت فیلم مذکور مسئولین متخصصان کسبی را از خارج کشور جلب نمودند. از این رو برای باز هم موفق گشتن امید و انتظاری های کلان دارند. عین حال کارمندان مؤسسه دولتی خطلون سینما بالای این فیلم کار کرده استادند. من گمان میکنم این فیلم باید یک فیلم خوب شود، فیلم دیدنی، فیلم بسیار جالب. تمام کارمندان مؤسسه دولتی خطلون سینما یعنی که با یک روحیه بالیده و شوق و رغبت زیاد این فیلم رو نواربرداری کرده استادند و در گروه ایجادی ما یعنی که متخصصان از خارج کشور هم یعنی که جلب گردیدند برای تهیه این فیلم و گمان میکنم که کارمندان مؤسسه دولتی خطلون سینما در برابر تهیه این فیلم باز از این متخصصان یعنی که جلب شده بسیار یک تجربه کسبی هم یعنی که به خود میگیرند. برای باز هم دقت جلب کننده گشتن این سلسله فیلم، مؤلف و کارگردان سناریو در برابر انتخاب درست هنرمندان همچنین حجم و مسحکه را جای کردند که تماشای آن بسیار خوشایند است. مونیز این چی نام است؟ اینجا قصر فرهنگ است؟ میبخشد رفیق مایور، از خرسندی رقص دارم. باید گفت که سینماگران خطلونی در تهیه و ثبت سلسله فیلم علاقه تجربه دارند. از این رو برای هرچی زودتر روی اکران‌های تماشابین برآمدن این فیلم جد و جهد دارند.